سلام. تو این ویدیو به بررسی آلس و ون از سری کنکتورها یا حروف ربط زبان آلمانی خواهیم پرداخت. کجا از آلس استفاده کنیم، کجا از ون استفاده کنیم. اگر که ویدیوهایی که مربوط به گرامر زبان آلمانی هست رو ملاحظه فرموده باشین، متوجه شدین که سعی کردم حالا همین بخش کنکتورها که مد نظر ویدیو این بخشمون هست، اونایی که یه جوری به همدیگه مرتبطن یا بچه‌ها احتمال داره که با همدیگه اشتباهشون کنن که کدوم رو کجا استفاده کنیم رو سعی کردم مورد پوشش قرار بدم. تو این بخش هم آلس و ون رو مورد بررسی قرار دادم، چون جفتشون معنیشون میشه وقتی که، هنگامی که. ولی میخوایم ببینیم که کجا از آلس استفاده کنیم، کجا از ون استفاده کنیم. توی ویدیوهای قبلی در مورد دسهالب و داغوم و دسوگن و غیره که شبیه هم بودن استفاده کردیم و فرقشون رو با وسهالب مورد بررسی قرار دادیم که ویدیوش رو بالای صفحه براتون قرار میدم. یا توی ویدیوهایی که مرتبط با حروف ربط دو بخشی بود، مثل زوبا آبا، زوندرن آوخ، نیشنوا زوندرن آوخ و غیره که مورد بررسی قرار دادیم، تمامشون که در جایگاه صفر قرار داشتن یا در جایگاه یک قرار داشتن رو کامل مورد پوشش و بررسی قرار دادیم. توی این ویدیو کامل در مورد آلس و ون، حتی زمانی که ون در جایگاه ایقعال یا غیر واقعی استفاده میشه رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. خب بریم سراغ ون. ون به معنای وقتی که، ببینید به چه شکل می نویسمش. بریم سر خط با مثال بگیم که قشنگ یاد بگیرید دیگه. ون ایش کوخه کاما یه فاصله kommt die Katze in die Küche und setzt sich neben den Erd. وقتی من آشپزی میکنم، اینها حالا اینجا آوردیمش اول جمله. وقتی که یعنی تحت عنوان هاوپساتس آوردیم. وقتی که من آشپزی میکنم، فعل رفته ته جمله. کاما یه فاصله، kommt die Katze in die Küche گربه میاد به آشپزخونه und setzt sich neben den Herd میشینه نزدیک اجاق. این داستانش به این شکل. اینم اونس نیستا und setzt neben dem Herd. اینم از این. وقتی که جمله دوم شروع میشه، میاد چی شروع میشه؟ حواستون با اینا باشه، با فعل شروع میشه. حالا تحت عنوان هاپسات هم میاد که بله میاد. بیا قانون کپی پیست. کنترل سی کنترل وی. فعل میره کجا؟ کنترل. دی کاتس این دی کوشه kommt und setzt sich neben der Erd wenn ich koche. wenn ich koche. Die Katze اینجا باید بتشینه. Die Katze kommt in die Küche und setzt sich neben den Erd. und اینم باید درست بشه. neben den Erd sitzt
sich. ببین اینا همش جایگاهش دومه ها. neben dem sich wenn setzt wenn ich koche تمام شده. when ich koche نگاه کنید when آمد جمله دو. بریم بعدی. دوباره مثال بزنیم. آره دیگه. ببینید when به معنای وقتی که عملیه که هم یک بار میتونه تکرار شده باشه هم چند بار. ولی معمولا وقتی که عملی چند بار تکرار شده از اون استفاده میشه. when ich این خطکش زیرش رو خاموش کنیم. wenn ich früher wenn ich früher gekocht habe, war ich unbeobachtet. خب wenn اینها wenn ich früher gekocht habe وقتی من قبلا آشپزی میکردم war ich unbeobachtet بودم من بی توجه یعنی مواظب نبودم بی توجه بودم. این به این شکل بوده when اومده فعل رفته انتهای جمله اینها این فعل کمکی ما بعد جمله بعدی با وار شروع شد. تموم شد. حالا جابجا کنیم چی میشه؟ ایش war unbeobachtet wenn ich früher gekocht habe. تموم شد. این به این شکل میشه. بریم خود مثالای راحت تر. Ich lerne Deutsch wenn ich nach Österreich fahren oder reisen musste. همون شد و رفت. من دویش یاد میگیرم وقتی که برم من به اتریش. تموم شد و رفت. حواسمون باید باشه دیگه وقتی که وقتی که when به عنوان کانکتور استفاده میشه فعل میره انتهای جمله میشه. این فعل اصلیمونه که به این شکل استفاده شده. وقتی که فعل کمکی داریم فعل اصلیمون به صورت مصدر میاد فعل کمکیمون به صورت صرف شده. این به این شکل. بریم بعدی سراغ آلس. خب اگر تا اینجا ویدیو مورد پسندتون واقع شده حتما کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید زنگوله رو هم فشار بدید. اگر هم سوالی هست که در بخشی که زیر صفحه براتون میذارم در تلگرام یا اینستاگرام میتونید به ما پیغام بدید. بریم سراغ آلس ببینیم که آلس چی داره. با مثال قرار شده بریم دیگه. آقا عملی که در گذشته فقط یک بار تکرار شده اون when عملی که چندین بار بود و عملی که حالا یک بار و چندین بار بود چه در زمان حال چه در زمان گذشته است آلس فقط برای گذشته استفاده میشه فقط هم یک بار. آلس ich gestern Fisch gekocht habe war die ببین ادامه هم مثال بالای ها war die Katze besonders aufgeregt. وقتی که من ماهی میپختم گربه عصبانی بود. این به این شکل. این یه نکته که هست این جمله به صورت پرفکت استفاده شده این پلوس کام پرفکت استفاده شده. حالا اگر که
در موردش اطلاع ندارید، من ویدیوش رو بالای صفحه میذارم، هم پلوس کام پرفکت هم پرفکت رو یاد بگیرید. یعنی حالا توی کتاب آوردم، ولی بهترش این است که بنویسیم hat die Katze besonderes aufgeregt. عصبانی بود مخصوصا گربه، چون فقط ناخته با دو تا تایم متفاوت میاد. این بحثی که خیلی مهمه و من دوستان حواسشون باشه. این به این شکل. بریم مثال بیشتر بزنیم ببینیم که داستان به چه شکله. بریم مثال بعدی. als es gestern geregnet hat, war ich bei Peter. وقتی که دیروز بارون میبارید من با پیتر بودم. وقتی که از آلس استفاده میشه فعل میره ته جمله. تو همش هم رفته ته جمله. حالا ما رنگش کنیم ایراد نداره. جمله بعدی که استفاده میشه فعل اول جمله است. این به این شکل. دیگه مثال چی بزنی؟ مثلا آلس ایش، خیلی این استفاده میشه. کیند وار، وقتی من بچه بودم. habe ich mit meinem Freunden gespielt. وقتی که من بچه بودم من با دوستم فوتبال بازی میکردم. من با mit meiner Freund فوتبال gespielt. این به این شکل. آلس اومده، فعل رو انداخته ته جمله. حالا رنگش کنیم. جمله بعد با فعل شروع شد. این هم از. بریم سراغ مطلب بعدی. اگر که تا اینجا ویدیو مورد پسندتون واقع شده حتما کانال رو لایک و سابسکرایب بفرمایید. زنگوله رو هم فشار بدید تا از ویدیوهای بعدی مطلع بشید. بریم سراغ when در قالب اگر. میخوام ببینیم که ایرئال برای چیزه. when یه نقشی داشت معنای وقتی که. خب وقتی که معنی اگر دیگه چه فرقی کنه؟ یه معنی داره به معنای اگر. میخواستیم چی رو بگیم؟ میخواستیم بگیم که وقتی که میخوایم معنی احتمالی رو بدیم از when استفاده میکنیم و با کنیوکتیو سوای هم ساخته میشه. این خیلی بحث مهمیه که میخوام حواستون باشه. wenn das Wetter gut wäre würden wir ein Picknick. میگه وقتی، میگه اگر هوا خوب باشه، ببین کنیوکتیو سوای رو، ما یه پیکنیک انجام میدیم. when اومده، فعل کنیوکتیو سوای هم بازم رفته ته جمله. جمله بعدی با وردن شروع شد. این به این شکل. مثال بزنیم. when wurde. بحث کنیوکتیو سوای رو به محض اینکه تولید بشه لینکش رو بالای صفحه میذارم که اون رو یاد بگیرید وقتی که دارید این when رو یاد میگیرید. when wurde diesen Beruf nicht schaffen
چی نوشتیم؟ ایش. این بهتر شد، الان درست شد. wenn ich geduldig oder geduldig wäre. میگه من در شغلم موفق نمیشم وقتی که من صبور باشم. اگر من صبور باشم، اگر من صبور نباشم، wer ich nicht. این درست شد. من در شغلم موفق نمیشم اگر من صبور نباشم. وقتی که when اومده فعل رو انداخته انتهای جمله و جمله قبلش هم که درسته دیگه، منظم اومده همونجا نشسته. Ich würde mehr Sport machen. کاما یه فاصله، این خیلی مهمه وگرنه درجا نمره کم میکنن. wenn ich Zeit hätte. میگه من خیلی ورزش میکنم وقتی که تایم داشته باشم، زمان داشته باشم. when اومده فعل رو انداخته ته جمله، تموم شد رفت. هم پس هاپزات میتونه بیاد هم نبنزات، تموم شد. این هم به این شکل. امیدوارم که این ویدیوها مورد پسندتون قرار گرفته باشه. به نظرم هم ویدیوها رو پاوز کنید، بنویسید این جملات رو. این جملات رو بنویسید چون به دردتون میخوره. when als و when در نقش ایقال. خب امیدوارم که ویدیو مورد پسندتون قرار گرفته باشه. حتما ویدیو رو نگه دارید، مثالهاش رو مطالعه بفرمایید. از من میشنوید مثالها رو یک بار بنویسید، چون زمانی که مینویسید خیلی بهتر توی ذهنتون قرار میگیره. در ابتدای ویدیو در مورد دسهالب و دسوگن و این کنکتورها صحبت کردم. اینجا هم اگر که اجازه بدید من 2 تا از ویدیوهایی که مربوط به دسهالب و دسوگن بود و یک کنکتور دیگه ای که داشتیم مربوط به قطسن و آبول بود رو براتون قرار میدم که هر کدوم که مد نظرتون بود حتما ملاحظه بفرمایید.